به نام خدا، با سلام، با آموزش حرف ه در خدمت شما هستیم. حرف ه همونطور که اینجا مشاهده میکنید با یک حرکت زائده کوچیک شروع میشه که حدوداً زاویهش 45 درجه هست. به یک قسمت دوم متصل میشه که این قسمت حدود 3 برابر قسمت اول هست و شیبی حدوداً 5 الی 10 درجه داره که در ادامه به یک بیضی متصل میشه. ارتفاع حرف ه حدود 4 نقطه است و عرض اون هم حدود 4 نقطه هستش. درون این بیضی اگه ما بخوایم نقطه قرار بدیم، هم در جهت عمودی و هم در جهت افقی حدود 3 نقطه قرار میگیره. انتهای حرف ه تا حدود نیمی از ارتفاع حرف ه به سمت بالا برمیگرده و اگر ما این قسمت ابتدا و این قسمت انتها رو امتداد بدیم، یک حالتی شکلی شبیه تخم مرغ برای ما ایجاد میکنه. فاصله این قسمت از ابتدای حرف ه حدود نیم نقطه است و انتهای حرف ه تا این قسمت حدود 1 نقطه فاصله داره. خب در اینجا اتصالات حرف ه رو بررسی میکنیم. حرف ه در ابتدای کلمات به چند شکل نوشته میشه. یکی از اشکالش بدین شکل هست که به اون هی ابرویی هم گفته میشه. چند نمونه از این شکل رو با هم بنویسیم. مثلا در کلمه هی یا در کلمه حجت یا مثلا در کلمه خم یا در کلمه هجر. خب از این شکل معمولا هنگامی استفاده میشه که حرکت بعدی حرف ه به سمت پایین و سمت راست باشه. وقتی که ما این حرکت رو داریم یا میخوایم برگردیم مثل اینجا به سمت پایین و سمت راست، از این شکل استفاده میشه. شکل بعدی حرف ه در هنگام اتصال به ابتدای کلمات به این شکل هست که به اون های شاخی هم گفته میشه. مثلا هنگام اتصالش به حرف ب، مثل کلمه حب. یا هنگام اتصالش به حرف سین، مثل کلمه حس. یا مثلا کلمه حق. یا کلمه چه. شکل بعدی حرف ه در هنگام اتصال در ابتدای کلمات به این شکل هست. به اون های لاک پشتی هم در اصطلاح گفته میشه. چند نمونه از این شکل رو هم با هم بنویسیم.
اتصالش به حرف الف، اتصالش به حرف دال، اتصالش به حرف کاف، اتصال به حرف لام. همونطور که مشاهده میکنید هنگامی از این شکل استفاده میشه که حرکت بعدی ما به سمت بالا باشه. همونطور که اینجا مشاهده میکنید الف به سمت بالا حرکت میکنه، اینجا به سمت بالا، و در همه موارد حرکت بعدی به سمت بالا هستش. شکل بعدی حرف ه در هنگام اتصال به ابتدای کلمات به این شکل هست. به اون های موشی هم گفته میشه. معمولا قبل از حرف رای شمشیری میشه از این شکل استفاده کرد. مثل کلمه هور یا کلمه حروف. خب در اینجا اتصالات حرف ه رو در وسط کلمات بررسی میکنیم. در وسط کلمات ه به دو شکل نوشته میشه. به این شکل میگن هی مسطح و به این شکل میگن هی محدب. حالا نمونه های از این شکل ها رو با هم تمرین کنیم. مثلا کلمه بجا، یا مثلا کلمه بخت، یا مثلا در این کلمه. شکل بعدی شکل هی محدب هست. نمونه های از این شکل رو هم با هم بنویسیم. مثلا کلمه بحر، یا کلمه سحر، یا در کلمه محمد. از این شکل معمولاً قبل از حروف رای شمشیری ه، میم، یا و کشیده استفاده میشه. حرف ه در هنگام اتصال به آخر کلمات یک شکل داره که به همون شکلی که فرم جدا هست و در ابتدای بحث و در ابتدای ویدیو خدمتتون توضیح دادیم به همون شکل هست و به همون شکل به سایر حروف متصل میشه. حرف ه در این
در اینجا به پایان میرسه. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله هم فشار بدید که در صورت آپلود ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید.